دادگاه فینیتو رسمی می باشندی. آقای BJPخ، مطابق اخبار واصله شما هزاران سکه را به شکل غیرقانونی فروخته و در اقتصاد فینیتو اخلال ایجادنده اید. هر هندویج، من دارم اتهامات تو میگم، تو میخندی؟ ببخشید کت خدا آقا، گفتید سکه، یاد یه چیزی افتادم خندم گرفت. هر و ورم خوبه، چیزای خوبی داره یادت میافتندی. ضمن شما متهم به همکاری با روستاهای شرق و غرب جهت فروپاشی اقتصاد فینیتو میباشیدندی. آیا در خصوص این اتهام دفاعی از خودتان دارید؟ ای بابا، خیر سرمون اینجا دادگاه ها، خندوانه که نیست. آخه خنده و درد، خنده و مرض، یادت چی میفتی که اینجوری هی میخندی؟ والا اونجایی که گفتید هزاران سکه، یاد داش بزرگتون افتادم کت خدا، چون ما اون سکه ها رو از طریق اخوی خودتون خریداری کردیم اندی. اونجایی هم که گفتین فروپاشی مملکت، یاد خودتون افتادم که دریاچه روستا رو فروختید به روسیتینیو، رودخونه فینیتو هم اجاره دادید به چینیتو. ببخشید کت خدا، من دارم از خنده ضعف میرم، میشه یه تنفس اعلام کنید بعد بریم سراغ اتهامات بعدی؟ زهرمار رو آب بخندید، یه مش دوست فینیتو رو قبضه کردن، هی هر و کرکر میکنن.